با سلام و درود به پایان. ما در درس قبلی اویدی رو اندازه محرک و صورت لحظوی نقشه اون دیدیم و اون موضوع را بررسی کردیم و امروز یک نقشه دیگر، نقشه نو نسبتاً با بهبود نسبت به نقشه قبلی اویدی رو اندازه محرک و صورت دویم. در راهاندازی محرک و صورت لحظوی ما دیدیم که زمانی وصل کردن همون تیغه کلید وصل و قطع ما تا زمانی که همین شستی وصل، همین کلید وصل اگر نگاه می داشتیم همین محرک ما راه اندازی می شد و زمانی که قطع می کردیم و باز قطع می شد. ما فرقیت در اینجا است که سر اول ما اویدی همین تیغه یاری رسان که یک ام که از کانتاکتر است که این ما از خود کانتاکتر استفاده کردیم. در کانتاکتر معمولا 4 تیغه است، همین تیغه که یک ام که رقمش هم هستند رقمی 13 14 اساساً 4 تیغه است. به همین شکل اگر بینیم هر 4شان تیغه بازند، اما با فرقیت از این که همین 3 تیغه ها تیغه های قدرتی هستند با آنها موازی باز یک تیغه دیگر که رقمش هستند 13 و 14 تیغه یاری رسان است. و همین تیغه یاری رسان ما خصوصا برای همین مقصد، یعنی مقصدی همین راه اندازی محرک و صورت دویم یا که برای بعضی نمایش بعضی سیگنال های دیگر یاری میرسونه. همین 3 تیغه دائما اگر ما محرک را اندازی کنیم در اینا پیوست میشه همین مدار قدرتی، هم زنجیری قدرتی ما میگیم. و این تیغه یاری رسان که رقم 13 و 14 است برای همین مقصدی راه اندازی محرک و صورتی دویم. فرض کردیم ما زمانی که از اینجا اگر طبق این نقشه بینیم فاصله جاری می شود از L1 با محافظه عبور میکند به همین شکل اومده تا اینجا. زمانی که ما همین کلید یک وصل میکنیم و این قسمت جاری می شود فاز با I1 کانتاکتوری K1M و زمانی که K1M بمبش تامین می شود با سیم پیچش و تیغه های اون تغییر وضعیت بگیرن، یعنی هر 4 تیغه گفتیم که در کانتاکتر هست همین تیغه ها اینا بسته می شود و این شکل می شود. و اکنون این تیغه یعنی که یک M13 14 بسته می شود. زمانی که تیغه که یک ام بسته شد ما اگر همین کلید وصل یکم اگر قطع کنیم، یعنی از این نقطه اگر قطع کنیم الکی میبینیم که جریان از این نقطه الکی عبور میکند اومده با I1 سیم پیچ تامین میشود. یعنی دیگر یگان همین کلیدی وصل قطعی ما دیگر یگان مقصد دیگر اجرا نمیکنه. ما وصل کردیم دیگر جریان به این قسمت الکی جاری میشود و I1 که این سبب میشود که محرک تا زمانی که K1M یعنی سیم پیچ خودش منبعش تامین است این تیغه تغییر وضعیت نمیکنه. فقط زمانی که ما منبع را قطع کنیم این سیم پیچ منبعش قطع میشه و تیغهش تغییر وضعیت میکنه. ما یک بار دیگر همین راه اندازی محرک با صورت لحظوی را میبینیم، یعنی به این شکل است. تا زمانی که ما وصل میکنیم محرک ما وصل است. اینجا اگر کانتاکتور را بینیم یک بار دیگر همون تیغه های قدرتی و تیغه های یاری رسان اگر در نمود نقشه بینیم یعنی به این شکل است.
کم پیشتر اگر بیاریم اینجا بینیم L1 و L2 و L3 که سیمهاش قوستر هستند. اینا تیغای قدرتیشون میگن، همون کنتکت های قدرتی ها با روسی هم سیلابای کنتکت که در اینجا هم رقم 1 2 3 4 5 6 اینجا بینید. اگر در L1 یک نوشتگی است، L2 3 L3 هم 5 یعنی تا خود این طرف هم جفتو باشد 2 4 6 T1 T2 T3 در این قسمت، یعنی همین سه تا این قسمت اینا هستن سه تا تیغه های قدرتی هم. اما این کنتاکتور ما دو تا تیغه یاررسان دیگر هم داره. این بستگی داره به خود کنتاکتور رو. همین کنتاکتور صورتش اگر بینیم شنیدر است. شنیدر در حقیقت هم دو تا تیغه یاررسان دیگر دارن در این قسمت که اونها هستن همین رقم 13 14 و 11 12. در تیغه های یاری رسان کنتاکتور یاری رسان دویما تیغه باز اگر باشد رقم 34 میگیره. 34 تیغه باز. تیغه بسته باشه 1 و 2. فرض کنیم یکم تیغه اگر باشه میشود 11 12. دوم تیغه باشد 21 22 و سوم تیغه باشد 31 32. یعنی هم رقم 1 و 2 ثابت میمونه و پیش رقم پیش بدگی اون عوض میشه. تیغه باز هم همین خیلی رقم یکم تیغه باشه اگر 13 14 دومون 23 24 سومین 33 34 با همین شکل ادامه میره. و این هم سیم پیچ است که I1 و I2. یعنی ما استفاده میکنیم از خودی همین تیغه ای که اینجا رقم 13 و 14 است. یعنی همین تیغه ما استفاده میکنیم. این هم قسمتی تیغه ها اینجا. اینجا ببینید اگر auxiliary contacts یعنی تیغه های یاری رسان. ما نیاز داریم با تیغه باز و همون تیغه باز هم موازی میکنیم. ترش یکم سیم کشی را جابجاییش بهتر. من F1 یکم اینجا محافظه کردیم. ما بهترش محافظه که وصل قد میگیریم. ریاضی سببش میفهمیم با کدام صورت است. اینا میگیریم F1. ما F1 داریم البته این F2. میریم قسمت سیم کشی فاز. اومد از محافظه با کلید وصل از اینجا اومد با کنتاکتوری K1 و اینم موازی کردیم با این قسمت. این به همین شکل و در نقشه کشی بسیارتر برای اینا را اول نامشون بگذاریم. اینا میگذاریم S1. اینم از کنتاکتوری K1M و رقمش هم میذاریم 13 14 K1M. برای سیم کشیش یک کمتر بالا و بعد با مسیر یعنی به همین شکل که همین تیغه 13 و 14 تیغه یارسانی کنتاکتوری K1 است. میریم نقشه را میبینیم با کدام شکل کار میکنه. فضل که جاری شد محافظه تو کنتاکتور از مدار قدرت و این قسمت هم تا محافظه که ما محافظه که وصل میکنیم فاز علاقه تو این نقطه جاری شد و من یک لحظه همین S1 وصل میکنم. به صورت لحظه‌ای وصل کردم اما علاقه میبینیم که فاز جاری شد با واسطه تیغه بازی که بود. علاقه بسته شد 13 و 14 با کنتاکتوری K1. یعنی همین تیغه نام دارد تیغه خود نگاه دارنده بلاک کنتاکت میگیم با زبان روسی یا که نمیدونم نام دیگرش هم سماپت خواد بود چیزی بود. خیلی خود نگاه دارنده یعنی همین
контактори K1 ما خودش وصلش نگاه می‌داره تا زمانی که ما یعنی منبع را از نقطه بالا قطع نکنیم. از این از اگر بینید ما از وصل میکنم S1 فاز جوری میشود با I1 و تیغه تغییری وضعیت میکنیم اینجا به این شکل علاقه به این نقطه جوری شد و برای قطع کردن هم ما از همین سبب است که ما همون بگیم کلید استارت استاپی که میگیم شست استارت استاپ به همین مقصد است که ما نیاز داریم به یک تیغه به یک کلیدی که تیغه بستش در همین مسیر باشه تا که ما استاپ کردن هم توانیم. ما وقتی که وصل میکنیم هر زمان برای منبع را قطع کردن برای ما نیاز است که از مسیر اول از یگان نقطه یعنی همین منبع ما قطع شود. ما نامگذاری میکنیم اسینو یعنی دویما استاپی ما تیغه باز شما استفاده میکنیم تیغه بستش استفاده میکنیم و این محافظه کم شرط نیست علاقه دیگه نمودی وصل قطع باشه ما فقط با مقصد همون قطع کردن همون نمود این افی تو فاز آمد محافظک از محافظک آمد اگر جا بینید گفتیم تیغه بسته را رقم 1 و 11 و 12 کلیدی قطع ما این هم دارد کلیدی قطع بهترش نمشه تا که فهمو باشه این استاپ و این استارت چون این من اکنون همین نقشه که حاضر ما طراحی کردیم یعنی زینه به همین نقشه آمدیم این نقشه یعنی همون راه اندازی محرک به صورت دائم است که معمولا برای وصل قطع از همین نقشه استفاده میکنیم یعنی نقشه هست که معمولا استفاده میشود و خیلی هم کاربرد بسیار دارد اکثریت جایی که فقط استفاده برای محرک راه اندازی محرک با استفاده از کانتاکتور است به صورت لحظه به صورت دائم از همین نمود اسکما استفاده میکنیم یعنی همین اسکما در همه جا قریب که هست یعنی شما وقتی که نقشه کشی را تدریجا عملی میکنید و میبینید که همین زینه به همین مثال نتیجه میآید دیگه اکنون خودتون هم طراحی کردن نقشه کشیدن هم میآموزید یعنی نقشه همین اداره کنی محرک ها بگیم چی نقشه های صنعتی باشد نقشه های بخش در نظر دارم این یک رویه هست این یک روشی است که شما این آموختن و در خاطر گرفتن نمیتوانید فقط یگانه راهش همین است که شما نقشه کشی را بیاموزید و هر لحظه که شما هر نقشه که لازم دارید علاقه طراحی کردن میتوانید یعنی شما یک نقشه را به خاطر بگیرید بیاموزید از یاد کنید بعد یگان جای دیگه میرید نقشه کم تغییر میکند شما علاقه و یا صرفا نمیرید میریم و به طرز سیمولیشن نقشه را میبینیم یعنی اینجا بینیم اگر فاز جاری شد تو کانتاکتوری K1M اما از نقطه L1 علاقه تیغه بسته استاپ که بود اومد تا با ای استاپ جاری شد اومد تا با استارت تو اینجا حاضر من بهترش یک کار بودم اینجا همین یک چیز داشتیم نه همین اینجا دم میمونم تا که سیگنال و سوخت یعنی این استاپی ماست
میگیم ما فرض بر این میگیریم که یعنی همین استارت استاپ ما علاقه در همین چیز در شیت است، یعنی با کدوم شکل استارت استاپ ما علاقه عمل میکنیم. اینه میبینیم یعنی استاپ ما تیغه بسته است. اگر ببینیم ما زمانی که وصل میکنیم تیغه بسته بود باز میشود برای قطع کردن، اما استارت ما تیغه باز است. من استارت وصل میکنم، کنتاکتوری ما راه اندازی شد و به صورت دائم نه اینکه لحظه‌ای اکنون این محرک ما راه اندازی شده تا زمانی که من استاپ وصل نکنم. شما اگر بینید همین فاز اگر یک بار دیگر تعریف کنیم، فاز از یک جوری با واسطه محافظت تیغه بستگی است تا این قسمت علاقه جاری است. یعنی شما وقتی که نقشه را یکم بار طراحی میکنید، مثال پیش از سنجش علاقه شما باید دانید که فاز علاقه در این قسمت باید باشد، هم در 13 و هم در 13 و 14 کنتاکتور و هم در 13 و 14 در 13 S1 هم 13 S1 و هم 13 K1. تو زمانی که ما وصل کنیم علاقه جاری میشه. این علاقه فاز هم از این نقطه آمد به I1 هم در 14 S1 هم هست، هم در 14 K1 و هم در I1 کنتاکتور K1. یعنی این بود نقشه معمولی که مثال ما در همینجا این علاقه استفاده میکنیم. شما حتما این نقشه را باید اخذ کنید. راه اندازی محرک به صورت دائم با استفاده از کلیدهای استارت استاپ.